دیگهش ایخدی خیکی در بود اومدیان یا کس میگه این طرفی مرکز رنگی میوند اینجا مرکز خدمت رسانی لونکی 174 یگانه یک تایجه چه مردم زندگی میکنن مرکز ترای خونه ها خونه دوره سیوزن مدن جبور کردیستن ای بله اینجا ملیسه خونه های همه مسجد جمع خونی جمع میشن همه مردم هر قشلاق در سرکارون در حیران همه جمع میشن ای ماشینی نامعلوم بجای انا آقا خان با فکرم مردم گرفت مردم سور کرد های مردمیان همینجا نماز جمعه را همینجا میخونن همینجا так дальше این طرف درای سیواک میروه درای سیواک میمونیم قطعی جور یک جای سیمکا میکنیم حاضر میریم پیش بالنیسای کهنه بعد ای باز درون با پایون قضیه میبریم میریم مینا تمام میشه اومدیم با نزدیک بالنیساها رو بالنیساهای کهنه بگیم بالنیساهای حاضر کار میکردگین همینا اینا و قربی خطی محکم میشون بالنیساهای نوی گفتیم بالنیساهای نو میگذارن همه انا اینجا اینترنت بچه هایی که قشلاق های دور هستن در قشلاق هاشون مکتب تا صنف 4 تا صنف 8 تا صنف 7 هست الان همینجا میان همینجا زندگی میکنن مکتب همینجا میخونن این بیدی مجنون های کوچه خودش همین خیلی تا پیشی ملیسه خونه را میروه انا اون ملیسه خونه گفتگی انا اون جای ما خمیدیم جسیم که نکردیم باز ما بایجه این طرف میگردیم با دوامش سیمکا میگیریم انا ایش طرف دیگر ای نزدی بانک پایان میوی همین خیل شم بین قشلاق میشود پایان میروه از میرین تماشا کرده خونه به بوی خوشوکای همون جبوری که در سری درای سرکارون میکندن شلنگ برای خوب کردن برای واده پروات این همینه تو اجوره هم میویم تقسیم کرده گم 10 ساعتی اونا باید نو بسازن نو ساخته ایستن میسازن با دوام دارن انا این طرفی پونی دیا یا 1 2 3 4 خوجگی دیگره تمام دیگه خوجگی دیگه نیست باز ما میگردیم این طرف و در میونده حرکت میکنیم انا هم جای خونه الیاس آخری میامده وای انا ای مرکز آفیسی همون مردمی که کنه کار میکرده گفتم نه گریدش ایشم در قیمت هم وای وحدت ملی در همین جبادشاه در همین میامده در همین میدان ورزشی نیاز نیست خدمتی مگزین های من در همه میدان ورزشی جو تیور کرده ایستم یو روز وحدت ملی در همه میدان ورزشی میاناده میشوه
این منبر نصیب باشه در اینجا میشینه رئیس حکومت، رئیس حکومت و نماینده های پرزیدنت. دستگاه اینا مکتب، این دیرکتر مکتب که روزیق مهمون بالا اومدگی اینا دیگه یک کسی ولی یک افضل معلمان یا چلی که میگن گوشتین کلان ای درواز ای پنج تولره غرم نوراباد رشت ونج درواز همش همینجا میگم. در پتا ماشین هم دست ماشین است، اسب است، گاو است، اسپم بز تمامی حساب نداره. این اگه از 53 تاکس تو بچه‌ها کسی که اومدنی گوشتین گرفته میکنه خیلی تماشا اومده میتونه بیاین روز 27 میشه ها با یکمش بردگن روز یکم در همینجا همه جمع میشون. مرحمت بیایی امشب تماشا کنید پگاه حرکت کنید. نمکتبو bayraklar زدیستن برای یکم 27 مالشید و یکم برای روز وحدت میگی نموز چه دور رد کردیستن که bayraklar دور بیان. آباشا تئوری های و یکم تئوری های جماعت ناحیه سنگور، جماعت دهات سنگور نموز زنی جماعت درون جماعت نمیدونیم. این همش تئوری برای بازم برای یکم چیسلو روز وحدت ملی در تولره گفته بودیم 27 روز وحدت ملی 27 گذرناش با یکم در همین تئوری ما میشه. چلی گفتیم یکم چیسلو یکی اگر کسی که تماشا کرد 27 یکم خیلی همین خیلی سگی گذرونده گن با یکم این بلوش فرهنگ همین بلو دیمیتش پایین اداره جماعت از اداره کارتش که بلند شده گیای bayraklar را تیار کردن برای روز یکم. از پلاکت تیار کرده ایستن میریم گرش امکان میکنیم تماشا میکنیم. که شخصا میگم تنجه از جا چی شب و شب دوره؟ اینجا برای روز وحدت ملی تیاری دیدیستیم تیاری دیدیستیم همین برای آبادی همین دیار و همین وطن همین جماعت عموما پیشروی ها خیلی جدن 10 ساله بین المللی عمل ما برای روش استوار 2018 2028 اینا سعادت یابد نصیحت بود توتوشیسون اینا که شو خوزی اشیم کسو میگم پشتی تیم میشید در آخر برای سرکارون میانه درگذشتیم. در آخر یک پروما اینایی کراوات میگن ای چوب تیار کرده تیار شدگی چوب بهترین دوره سیوز پدرم ترشه گیره با فکرم سالش یک 15-20 ساله هست. اگر 20 هم دروغ باشه 15 تاش نه هست. 15 ساله کراوات ترشدگی گلدختگی در دوره سیوز ترشدگی گلدختگی ندیسته فقط فنیره کی در باروش میموندن همون ویرونش دست با کموندرش هم خیلی از آوردن با تعمیر میکنن کمتر اما اینا این کار رو هم میکنن کم. خیر زنده باشه سلامت باشه. آهسته بعد خیبشان بعد همیخل علی سرخان رفته ایستیم طرف حضرت برخ گفتن که حضرت برخ مزاری حرده از برخی سر راست ولی کنی آهسته انتظار باشه. میریم هر یک قشلاق دیده در بارش گوش کرده. یک چیز دیگر گفتیم بگیم فراموش نکنیم. مستفیدا خطیش سیب چخشا کردیم در باره درای سرکاران و ما گفتیم که فلان نام کردگی فلان این درست نبودست. درست همین دست که دوره شاه ها میگفتن بعد شاه دوره قرن منقیتا بعد اساسا تا دیگر شده اومد در تاجیکستان درجه نه در تمام تاجیکستان وقت تاجیکستان که نه چیز دیگر هم داشتی عصری
11 هنده گفتیم 1100 چنده بابای ما اومدگی значит عصر 10 11 هم وقتونده دوره شاه بود شاه ای دره سرکاران از سرکاران کلوب در طرفای میانده حاضر نامی در سرکاران الاشتگی و فیلم گفتن فراموش کردم ای همونجا دو تا اکا و دودر یک تا خواهر ای همونجا میان اینجا گفتن که در رئیس سرکاران میکنن و برای چی میان گپ نگفتن گپ که نصیب باشه من نقل میکنم در هم وقت شاه در همونجا بوده است هر شب هر وقتی که مزش میدوده است یک خونه را دختر خونه را میگفته است که همون را باید نمیبری تا نون میکنی آب میکنی گوسفند میکشی تشکیلی میکنی خواهرتای دخترتای میگیری میبری به شاه همیتی شاه قطیش یک شب خواب میکنه روز دیگر با یکون کس شوش میتیه میروه هم خیلی قانون داشته است وقتی که نوبت میرسه با حسن حسین و یا خواهرشونه باید همین روز همیشه باید پاداشی همو شاه کنن پادشاه شاه باید پاداشی همو کنن خواهرشون تیار میکنن کارچه میتین چی میتین که خیلی ننگ ناموس گفته وقتی که خواهرشون میبرن میسپورن کوچه بندشون رو محکم میکنن تیار بور میکنن در خر است تیار میکنن اجداد میکنن خواهرشون شب وقتی که شاه پیشی خواهرشون میویه برای بیساتر کردن خواهرشون میکشه شاه میخیزن همین خیر که پشت قطعی ای طرفی مومین آباد میخیزن وقت مومین آباد نبوده که مومین آباد بود ای همون سرکارانی همون کلوب میخیزن میویان همین خیلی با همین سرکاران همیجا جا میگیرن هر دش اوستای آهنگر بودن جا میکنن همیجا زندگیشون دوام میتین نام همیجا میشه با نامی همونجا سرکاران نامش میگن درای سرکاران بعد وقتی که بابای ما میراد در خوجا ابراهیمون آهنی او کردگی همون اوستاها حسن حسین با یک گفته که راه کی میکنه و راه میدروه و یا پایانتر میفرن میفهمن که کدام آدمی هست بزرگی پایانتر میفرن میبینن که بابای مبلا صدردین جرادا خوجا سلطان صدردین یا که جرادداری خوجا اومدگی بعد همونجا جوش میکنن در همون لایو خوجایمون همونجا میسته زندگی میکنه بعد خیلی که گفتن بابای حبیب در خرایسین مزارش میشه یعنی نقل ما همین در برای میانده گفتن که میانده 3 تقسیم بود هر جا اومدگی همین خیل باز یکون چیز دیگر نوشتن در برای میانده در برای اون گپ میزنیم چرا دیگر ده خیبشان ازدواج بعد بالا خیر باشه سلامت زنده باشه کامنتاریاتون اجازه دارم سلامت باشه تا دیدن